خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال آرتین گیمینگ 094. امروز اومدیم با هم دیگه پارت 2 سری سروایو بگیریم. بریم. Here we go. بعد بچه راستی من تو پارت قبل گفتم اولین ویدیوی آپاراتمه، اولین ویدیوی یوتیوبمه. تو آپاراتم کل ویدیو داریم، این تو یوتیوبه بچه، سری ویدیوی سروایو تو یوتیوبه. خب اون جاوا، سری سروایو جاوا تو آپارات، تو گوشیش تو یوتیوبه بچه. تا پولایی که برای ویدیو خرج کنم، پولای ادیت، پولای هر چی بچه. و راستی میگه شاید با خودتون بپرسین چرا اینجایی بچه. ما مسافرت کردیم، کوچ کردیم و بچه بریم، چون میدونی کریپر خونه مرا داغون کرده. الان وسایلاشو برداشتم، میخوایم بریم یه جا دیگه خونه بسازیم بچه. هدفمون پیدا کردن یه دایمند خوشمزه است. همیشه اینو بربری میگه، هدفمون پیدا کردن یه دایمند خوشمزه است. خب بچه هدفمون همچنان پیدا کردن یه دایمند. برو بریم. Oh no یا اول فصل. Oh no زیر آب نگاه خوشگله. خب بچه بذارید من پشم اینو بکنم که مثل پارت قبل. وای بیاین تو شمشیر هم بچه رفت دریا، وسایلام رفت دریا برگردم بمیر. یه دونه چیز برداشت حالا. خب دیگه چی میخوایم الان؟ اینجا چیزی نیست. وای داشتم، البته الان گیر افتادیم فکر کنم بچه. ای بابا دیگه خودتون نپرسین دیگه. وسایلات کجا؟ وسایلات من اینا رو باید یه دقیقه بایستین. یه دقیقه باید کرافتینگ تیبل داشتم. نه که میاد اینجا، اینم که میاد تو اینجا. بعد حالا با تبر اینو میکنیم. خب الان اینجا زغال برای چیز میخوایم، برای تورچ چیکار میکنیم؟ اینو میذاریم اینجا، اینو میذاریم اینجا. یه دونه کلنگ میسازیم و میکنیم. اینم از زغال، اینم بکنیم. چیز کنیم. نه اخواشی نمیکنیم. شمشیرم برای خودمون درست میکردیم. شمشیرم درست میکنیم. اینو میکنیم بچه. خدا کنه مثل پارت قبل نمیرم. و اینجا الان بیافتم قطعا میمیرم، پس از پشت چرم بهم داد بچه. تورچ که نیاز نه، اینجا هست. چقدر
که چیز پیدا میشه، زغال پیدا میشه. پارت قبلی اگه دیده باشین 2 ساعت من پدرم در اومد سر کندن زغالا. چقدر زیاده آجی. خود تمام شد. اینا رو چند خدا من نیاز به بد دارم. 3 تا گوسفند باید بکشی نهایت. 3 تا گوسفند، یه گوسفند دیگه، فقط یه گوسفند تا 3 تا پشم داشته باشه. من بمیرم چی میشه؟ تو این مرغ کوچولو. یه بمیر. یس. الان بدمون ساخته است. البته اینجا چوب داریم، بذار بکنیم اینجا رو هم گذاشتیم تو اشتباهی و بریم جلو. ویلیج دارم میبینم. طبل شادانه بکن، پیروز و مردانه بکن، برخیز و پرچم را ببر، بر سردر خانه بکن، بر طبل شادانه بکن. بچه خدا رو شکر ویلیج پیدا کردیم. بچه ها به خدا ویلیج البته اون ور دریاست. چیکار کنیم؟ بچه کریتیو کنم؟ نه باجی نامردیه. شنا میکنیم بمیر. شنا میکنیم شنا کنیم. بچه خدا رو شکر ویلیج پیدا کردیم. وای بچه ها پشماماجی. ویلیج اینجا ویلیجر هست. ببینم تو چکاره ای؟ از نمیدی از هم نداریم هیچ کدوم ها. برو رد کارش بابا. بیا میخوام بهت گوش بدم. گوش داداشم آیرون گله. وایسا بذار من همینجا بمون. بابا یه دقیقه منو نزن بابا. ببخشید اما یه دونه دیگه من کارم تمامه. یه دونه نزن. ویلیج کجا بود؟ ما اینجا اسپان شدیم. اونجا ویلیج اونجا. نگران نباش. ویلیج اونجا. نگران نباش که داره شب میشه. بدو آرتین بدو. اینجا تخت البته خودم میسازم. داداشم آیرونگله. وایسا دیگه البته آیرونگلم که تو داداشم نیستی. ولی منو کشتی. آیرون مگه باید برادر یه دقیقه وایسا. من یه کاری کنم. داداشم یه دقیقه. خراب شد کی؟ البته الان بپرم. خب خدافظ. اولین ویلیجی که میبینم 2 تا در داره با یه اتاق. شماجی بد داره؟ بد نداره نه. خب چیکار میکنیم؟ خودمون بد میسازیم دیگه. خب 2 تا یه نه از اونم میاریم اینجا میذاریم. نه البته تبر تو بیاریم. اینو بکن. اینجا بذار. یه دونه تخت بساز. تختو که ساخته از اینجا میاد اینجا. 5 تا آیرون پخته داد. 5 تا آیرون پخته. بنازم واقعا.
وای شمشیر این از نکنه یه نه از زره هم خوب بود، زره هم خوب بد نبود. بذاریم حالا بریم بخوابیم بچه ها. خب روز امروز که ویلیج پیدا کردیم، کشتیم و ویلیج پیدا کردیم. خب سنگ دارم من، یه دونه هم ندارم. دارم سنگ داریم. بعد میایم داخل. البته فرنست رو داریم. فرنست داریم. بیا اینجا بکنم اینا رو. آره اصلا بکنم کلنگو. بیار این بذار آبنه رو بکنم. تخت رو هواست. برادر در رو ببند. تو چی میگیری؟ تو که همونی دوباره. اینجا خوبه. الان بهتر. اگه فرنستم من بیارم اینجا بذارم و اینم بیارم اینجا بذارم. یه چوب بیارم اینجا بذارم اینو بیارم اینجا. نه یعنی منظورم که اگه بخش داریم اینو بکنیم و اینو بذاریم و اینو بیاریم و اینو اینجا بذاریم و بیا اینجا و بدو بیاریم و بدو اینجا بذاریم. بعد اینو بیاریم و اینجا بذاریم و اینجا هم. البته بذار اینو بکنم. فرنستو اینجا نذاریم. فرنستو اینجا بذاریم. اینجا میذاریم و اینو میاریم و اینجا میاریم و یه البته فکر کنم داشته باشم. آره خودم داشته باشم. نه ندارم. یه دوتا میذاریم و اینا رو برم اینجا جمع میکنیم و اینو اینجا میکنیم و اینو میذاریم اینجا و این دوتا رو میاریم اینجا. تمام. خونه تمام. خب حالا میاریم چیکار کنیم؟ در میبندیم. فرنست رو کجا گذاشتیم؟ اینجا گذاشتیم. میاریم و اینو میذاریم و اینجا و گوشتا رو میپزیم. اینا ما میریم میاریم اینجا. سلام پیشی کجا رفتی؟ خب اینو میاریم و اینو میکنیم. طلاه اینا که بیاریم اینجا بذاریم. اینجا نداریم. خب اوکی ما فانوس اینجا نداریم. رو درخت گذاشتم. چیکار کنیم؟ داداشم ویلیجر بیا اینجا. آها من دارم. ای بابا 2 تا دارم. 3 تا امرالد. آها من زغال من دارم. 26 تا. و همینجا وایسا برو اونور. زغال فکر کنم داشته باشم. 26 تا امرالد بهم بده. کنیم 26. وای 22 تا داریم. داداشم بیا. من 26 تا ندارم. 22 تا به کارت میاد. 22 تا نه اوکی اشکال برو. از این ویلیج 2 تا بخوام انقدر دوست دارم. زنگ میزنم میان بیرون. عجیبه. ویلیج اینه کی ویلیج هم خوبه. بریم زندگی کنیم.
خونه چرمه. اشکال نداره، از هیچی بهتر. فوی 26 تا میخواد. امرال به کارمون میاد. مثلا من میریم خرید میکنیم دیگه. خرید میکنیم ولی نه باش میشه کلنگ ساخت، نه باش میشه هیچی باش نمیشه ساخت. خب بچه حالا چیکار میکنیم؟ میریم دنبال البته گزو که اونجا گذاشتیم تو نست. تمام شد؟ چه زود. خب اینو میاریم اینجا. شما حالا اینم بپز. اینو بذار دمت گرم. اینم بیار. گفتم نیست دیگه. خب اینجا چیه برادر؟ این آها اینم که برای ساختن پختن. آره درسته برای پختنه. اونم برای پختن باشه. نه ببخش نرو بیرون جون مادرت نیون. ببخش. رسپانست اول میکنیم. راستی یادم رفت بچه، یادم رفت رسپانست کنم. ای بابا. خب چیکار میکنیم برای رومکس؟ دیگه ویدیو داره به پایان میرسه. فقط من چند تا سنگ بکنم تمام. سنگ اگه به زغالم برسیم که دیگه میخوام خونه بسازم. همین تو کوه بذار خونه بسازم. این پارت رو خونه بسازیم. خونه سنگی. صدایی میدم ویلیجر آخه. میکنیم. پارت بعدی اینجا رو درست میکنیم. چند تا بلاک؟ دو تا بلاک هم باشم مثل که اینا کلنگ هم که داریم کنیم رو اون بالایان نکنیم. بکنیم ضرر میکنم. خب اوکی. ما میایم اینجا. اینو برمیگردونم سر جاش. اینو میادیم جا و واقعا اینا کارایی همون انجام میدن. آره کارایی همون انجام میدن. کم شما برمادر کارم انجام میدن. چرا تو این خونه میان حالا؟ فکر کنم با این مذابی میکن. آخه این ببین آتیش میده. انگار آتیشه. این بکنم. میزنم خوش بخوشه. بیاد بابا. بسون نمیفهمم دیگه. ایشه اینم تو برو هر کاری میخوای بکنی. داری میشاشید نزدید بخشید. بچه این ویدیو داره بابا برو داره به پایان میرسه. فقط اگه من این کارو کنم کریتیو نمیکنم بچه. کریتیو نمیکنم. اینو نمیکنم. نه اینو نمیارم. اینو میارم اینجا. خدا نگهدار. هر چیز البته نشد.
بچه ها خدا نگهدار. خدا نگهدار. ما بای بیش. خدا نگهدار. خدافظ. مشتبه قطعش کن. مشتاق قطعش کن.